یه تئوری عجیب راجع به فیونا و اژدها توی انیمیشن شرک قسمت اول که مطمئنم تا حالا نشنیدیش. حالا سوال، اگه بهت بگم که فیونا و اون اژدهای قلعه دشمن هم نبودن چی میگی؟ و چیزی که جالبه اینه که دشمن هم که نبودن هیچی، بلکه هم سرنوشت هم بودن. شاید یکم گیج شده باشه که من دارم چی میگم، ولی خب به نظر من شاید اصلا همش نقشه باشه، حتی شاید هم یه طلسم دو طرفه. الان بهتون میگم. حتما همتون انیمیشن شریک رو دیدید که یه شخصی به اسم فیونا چندین ساله که توی قلعه زندانیه و یه اژدهای بزرگ از اون محافظت میکنه که ظاهر ماجرا ساده است. یه پرنسس زندانی شده و یه اژدهای محافظ. ولی یه چیزی این وسط عجیبه، چرا اژدها هیچ وقت به فیونا هیچ آسیبی نزده، در صورتی که فیونا چندین سال اونجا بوده و هر انسانی هم که وارد اون قلعه میشده اژدها سری دخلشو میآورده. سوال خوبیه. و اصلا چرا اونجاست؟ یعنی فقط اژدها رو گذاشتن اونجا که کسی به فیونا آسیب نزنه؟ خب منطقی نیست. حالا تئوری وارد عمل میشه و تئوری میگه که اژدها هم مثل فیونا طلسم شده و خب اون تئوری میگه که شاید اون اژدها یه دختر بوده یا حتی ممکنه خواهر فیونا باشه که توسط اون پری شرور طلسم شده باشه و ظاهرش تغییر کرده باشه و به شکل یه اژدها در اومده باشه که طلسم تنهایی کامل بشه. که اینا دوتا قربانی بودن توی قلعه که جفتشون هم زندانی بودن. همین الان منو دنبال کن تا از حقایق جالب دنیا با خبر باشی. لایک و کامنت هم یادت نره.